آنتراک. یه زنگ تفریحی داشتم الان اینجا. نمیدونم شاید این قسمت یه ذره بیشتر بشه به خاطر اینکه واقعا این دوتا موضوع اصلا موضوعی نیستش که من بخوام خیلی سریعم ازش رد بشم، برای اینکه واقعا میخوام هر کسی که این قسمت رو میبینه بعد از این قسمت بره سراغ یاد گرفتن اولا بیشتر شاید فهمیدن فحشا و اینکه ببین برای همه ما هستش دیگه، این فحشا سرمنشأ زندگیه. یعنی اینجوری دارم بهت میگم، واقعا خیلی دونستنش و اینکه کامل بفهمیش خیلی مهمه، میتونه خیلی 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 بهت کمک بکنه در جهت سلامتی. یعنی واقعا سرمنشأ بیشتر مریضی ها میتونه از خشک بودن و یا کم آب بودن فحشا صورت بگیره. چون وقتی که همچین اتفاق ببین آقا دیدی که مثلا روی یه مثال دیگه برات بزنم چون واقعا دلم میخواد اینو خوب درکش کنی. مثلا گوشت و مرغ و اینا رو یه وقتی که حالا میبرین یا هر چیزی اگه چیز بکنید یا اصلا دیده باشید در زندگی میبینید که مثلا یه لایه سفیدی انگاری روی اون هستش. خب اون همون فحشاست برای اون حالا حیوان. این همون هم ما داریم دیگه و اون جنسش خیلی سفته. خب واقعا یه چیز خیلی سفتیه و همینطوری به راحتی هم تغییر نمیکنه. یعنی اگه مثلا در مدت خیلی زیادی در زندگی یه کار تکراری کردی مثلا نشستن یا یک پوزیشنه یا یه حالت بدنی که مثلا چون جلوی کامپیوتر کار کردن، اینا همش ذخیره میشه در حافظه فحشا و مثلا اون چیزی رو داره دریافت میکنه که تو داری انجام میدی. خب وقتی یه سری چیزایی رو خیلی تکراری و طولانی مدت انجام بدی، فحشا هم به همون شکل در میاد و همون شکل رو میگیره. برای همین هم هست خیلی وقتا مثلا میبینی که یه سری حتی مثلا ورزشکارا اینا اگه بخوام یه ذره مثلا مثال بزنم، مثلا خیلی وقتا احساس خشکی وقتی دارن یا مثلا احساس کنن که بعد از یه تمرین سختی یه درد خیلی زیادی بدنشون میگیره یا مثلا انگاری که این عضله ها در پوست خودش نمی گنجه به خاطر اینه که این فحشا انگاری بهش درست رسیدگی نمیشه. مثلا استرچ کردن اینا مثلا فقط برای گرم کردن بدن نیستش. خیلی وقتا این استرچ باید حتی روزانه انجام بشه. این کشش ها خیلی باید روزانه هر روز انجام بشه، نه اینکه فقط مختص بشه به یک زمان خاصی یا قبل تمرین یا بعد تمرین. به خاطر اینکه تو اصلا با عضله کاری نداری توی این بخش. تو با این کشش ها و با این استرچ های روزانه داری به فحشات رسیدگی میکنی و اون وقتی که درست جنسش فنری باشه، آب داشته باشه و تمام راه ها و شریان هایی که وجود داره درست بتونه آب جریان پیدا کنه، اون آب ساختار یافته در فحشا، کلی اطلاعات و کلی سیگنال های مختلف داره رد و بدل میشه. اگه خودتون در ادامه همون آب ساختار یافته وقتی خودتو شبیه یه باتری تصور بکنی، این جریان بدنت اگه مثلا یک جای بدنت خوش شده باشه یا اون فحشا خوش شده باشه، مثل همون برکه‌ای که هیچ راهی آبی وجود نداره که برو بیاد، مثلا چونم شولدرت، این قسمت یه قسمت خشکیه که باعث میشه که درد داشته باشی و حتی بهت بگم خیلی وقتا دردی که داری از یه قسمتی از بدنت ممکنه یه جای دیگه‌ای مشکل باشه و تو درد رو یه جای دیگه‌ای داری به خاطر همون وصل بودن و به خاطر همون فحشاست که همه چی رو هم دیگه وصل کرده. این حالا بحثش جداست، حتما این توی یه قسمت راجع به درد صحبت خواهم کرد و از سیگنالی که درد میفرسته بهمون. ولی همین خشک بودن فحشا و آب نرسیدن بهش به خاطر نداشتن یک سری از اطلاعاتی که ما با حرکت کردن بدنمون
نمیدیم و یا بدنمون رو در یک محیطی قرار نمیدیم که مثلا آب بتونه قشنگ راه پیدا بکنه به همه جای بدنمون، همین باعث میشه که این خوش‌شدگی سیگنال دیگه درد میفرسته یا چیزها نمیتونه درست جریان پیدا بکنه. اگه یک سلولی مریض هست یا یک سلولی که مثلا یک سلول سرطانی اصلا در بدن آدم وقتی تشکیل میشه در این لایه فحشا تشکیل میشه و تصور کن یک سلولی که کارشو داره درست مثل بقیه سلولا انجام نمیده ولی میخواد اینطوری نشون بده که اون سلول مهمه ولی در صورتی که نیست. ولی اگه بدن آدم راه‌های مختلفیش، اگه فحشای آدم، میخوام روی این تاکید کنم، اگه فحشای آدم درست خیس نباشه یا هایدریت نباشه و این جریان درست صورت نگیره، پس بقیه سلول نمیتونن به اونجا سفر بکنن، بتونن اون سلول رو از رده خارجش بکنن و اون سلول باعث میشه که هی بزرگتر و یا قویتر میشه، هی بقیه سلولا رو میخوره. اونی که مفید نیست متاسفانه یهو تو بدن باقی میمونه و به خاطر همین باعث میشه که بقیه سلولا رو اون زورش برسه. پس این هایدریشن و یا این آب رسانی که من میگم فقط با خوردن آب شاید اتفاق نیفته به سادگی و یا همین فحشایی که من میگم فحشا رو میتونی تغییرش بدی، شاید فقط با یک چه میدونم چند روز در هفته تمرین کردن شاید این اتفاق نیفته برای فحشا. با فحشا باید آدم باش مهربون باشه، باید ازش با خبر باشه، باید در شرایط خوب بتونه قرارش بده، حرکت‌های در صفحه‌های مختلف بهش بده، رقصیدن، یاد گرفتن یک مهارت، همه اینا باعث میشه که اگه یه حالت اسفنجی رو تصور بکنی، وقتی که میذاریش توی آب و همینجوری میاریش بیرون شاید یه قسمتش فقط همینطوری آبو جذب کنه به خودش، ولی وقتی که میچلونیش باعث میشه که این آب به همه جای اسفنج سفر میکنه و باعث میشه که همه جاشو خیس میکنه. ما هم همینطور حرکت‌های مارپیچی یا حرکت‌های موجی، اینا همه حرکت‌هایی هستن که فحشای ما خیلی دوست داره، برای اینکه گفتم که زندگی اصلا همه چیش به صورت مارپیچی اتفاق میفته. همه این درخت‌ها اینا نشونه هاش خیلی جا هستش، واقعا تو طبیعت میتونی ببینی این نشانه ها رو و همینطور در خودت. سه تا حتی اگه مثلا بخوای بیاریش به مینیمم ترین، یعنی کمترین کاری که هر روز بتونی برای بدنت بکنی تا بتونی بدنت رو مرتبش بکنی. یعنی وقتی که تو به فحشات میای رسیدگی میکنی، معنیش اینه که داری خودتو منظم و مرتب میکنی، داری به خودت ساختار میدی و همین ساختار باعث میشه که بتونی بهتر حرکت کنی، بتونی مقاومت بیشتری داشته باشی، حتی کمتر مریض بشی، یا حتی وقتی مریض میشی بدن تو بتونه خودش به تو کمک بکنه که تو خوب بشی، تو بتونی شفا پیدا بکنی، تو میتونی اون کنترل رو بگیری به دست خودت و به درونت، به جای اینکه هی بخوای دست به دامن بیرون بشی و هی بخوای از بیرون، حالا یا با خوردن قرصه یا با هر چیزی که هست، بدون که از درون یک سیستم خیلی خفنی داری که میتونه تو رو به این قشنگی میتونه راهنماییت بکنه. در ادامه رسیدگی به فحشا، رسیدگی به اسم دومش رو میتونم بگم مثلا آنتنت یا وایفای بدنت که تو رو با محیط بیرونت وصل میکنه به خاطر تمام اون عصب‌ها و نورون‌ها و همه چی که داری، و به همون اندازه تو رو با خودت محیط درونت وصل میکنه. یعنی از درون میتونی کاملا خودتو حس بکنی، میتونی خودتو، این خیلی مهمه، این حس کردن درونی واقعا خیلی مهمه. توی بقیه جاهای زندگی خیلی خیلی تاثیر زیادی میذاره.
پس گفتم کمترین کاری که میتونی بکنی اینه که هر روز 3 دقیقه 1 دقیقه روی هیپت، 1 دقیقه روی ستون فقراتت، مهره کمرت و 1 دقیقه هم روی قدرت گریپینگ یا گرفتن یا گریپینگ چی میشه؟ قدرت گریپینگ. و این 3 دقیقه خب در کل سال میشه 1 عالم دقیقه و در چند سال میشه او هزاران دقیقه‌ای که تو داری این کار رو انجام میدی و اینا اصلا منشأ‌هایی هستن که در بدن تو باید قابلیت خودشون رو حفظ بکنن، باید در تمام اون صفحه هایی که میتونه حرکت بکنه، هم هیپت هم مهره کمر تو یک ستون خیلی سفت و چیز نیستش که باید قابلیت چرخیدن، باز شدن، جمع شدن، باید همه این قابلیت ها رو داشته باشه که تو میتونی با یک تمرین ویوی این قابلیت رو به بدنت برگردونی. با نشستن روی سکوات، دیپ سکوات میتونی این قابلیت رو برگردونی. با آویزان شدن، چون وزن بدن خودتو داری با انگشتای دستت، میتونی قابلیت این گریپینگ رو برگردونی اگه رفته، یا اگه هستش قوی ترش بکنی. خلاصه بهت بگم، ببین تو یه بدنی داری که همه جوره میتونه تغییر بکنه، همه جوره میتونه شکل بگیره، همه جوره میتونه چی میگن لولش بره بالاتر، هی بهتر و بهتر، به شرط اینکه اطلاعات خوب بهش بدی، به شرطی که بدونی که چه چیزایی هست، چرا باید این کارا رو بکنی. فشا رو جدی بگیر، فشا خیلی مهمه. اگه یه سری کارهای خیلی تکراری رو داری انجام میدی فقط در 2 صفحه به صورت طولانی مدت، بدون که در اون لایه های بدن است که داره اون کار رو خیلی طولانی انجام میده، شاید مثلا کلاژن بیش از حد تولید بشه، چون کلاژن بیش از حد هم خوب نیستش، چون همون باعث خوش شدگی و سفت شدن اون فشا میشه و همون در ادامه باعث میشه که تو کلا احساس خوش شدگی بکنی یا یک سری سیگنال های درد فرستاده بشه به مغزت. سعی کن که مثلا یک مثالی که تام میر یه معلم آناتومی هستش که الان واقعا به معلمای یوگا خیلی من دیدم خیلی داره درس میده. من خودم کتابشو همشو نخوندم، خیلی خوب کتاب سنگینیه ولی کتابشو دارم میخونم. کتاب آناتومیه که به یه شکل جدیدی آناتومی رو داره درس میده. یه مثالی که میزنه میگه مثلا آدما به صورت حالت نچرالی طبیعی خب فکر کنم 2 دسته میشن، یه سری‌ها که فشاشون یکم شلتره، حالا میتونی بگی، یا نرمتره، و یه سری‌ها فشاشون یه ذره سفت‌تره، و یا آدمایی که یکم فلکسیبیلیتیشون بالاتره و آدمایی که قدرتشون بالاتر هستش و اینا به صورت طبیعی جذب میشن به کارهایی که راحت‌تر میتونن انجام بدن. اون کسی که بهتر میتونه فلکسیبل باشه میره مثلا بیشتر مثلا یوگا و اینجور تمرینایی که مثلا برای بدنش راحت‌تره، و اون یکی برعکس. ولی در صورتی که بعد هر چند وقت اینا جاهاشون با هم دیگه عوض بشه، به خاطر اینکه تو اولا که اون کارهایی که همیشه داری انجام میدی رو دیگه انجام ندی، یه وقت یه ذره کارهای رندوم تر دیگه ای انجام بدی که تازه بدنت مثلا داره یاد میگیره انجام بده، به خاطر اینکه دقیقا همون اتفاق نیفته. اون کسی که خیلی فلکسیبله باید روی اون مفاصل نباید بیش از یه حدی دیگه بره بر خودش باز بشه، باید یکم قوی تر بشه روی اون مفاصل که خب وزن زدن و اینا خیلی میتونه کمک بکنه. و برعکس کسی که همش توی وزن زدنه و همش داره مثلا ویت لیفتینگ میکنه، اونم اگه احساس خشکیه یا هر چیزی هست، اگه یکم برگرده مثلا یه سر حرکت‌های هماهنگ‌تر مثلا در جهت‌های مختلف، در صفحه‌های مختلف، یا همین تمرین کردن یوگا یا پیلاتس، همه اینا یا انیمال فلو باعث میشه که
فشاش یه ذره چی میگن فنری تر بشه، یکم بتونه بیشتر باز و بسته بشه، خوب خیستر بشه، صفحه ها راحت تر روی هم دیگه برن و بیان و همین این کلی باعث میشه که احساس بهتری خواهی داشت در بدنت وقتی که مثلا بیشتر میتونی فعالیت داشته باشی، کمتر حتی میتونی انرژی در بدن تو خیلی قشنگتر جریان پیدا میکنه و همه چی بهتر جریان پیدا میکنه وقتی که اعضای بدنت از درون وصل میشه، تمام سنسورات اکتیو میشه، درست کار میکنه، در فضا میتونی تشخیص بدی کجا هستی، هماهنگ میتونی حرکت بکنی. همه اینا در جهت سلامتی و برای رسیدن به اینا نیازی نداری که خیلی کارهای سخت و طاقت فرسایی انجام بدی، نیاز داری که اطلاعات درست و مفیدی به بدنت بدی و بدنت رو توی اون شرایطی قرار بدی که تشنه هست براش. پس آبرسانی و یا هایدریشن اگه بخوای معنی دقیق ترش رو بخوای بدونی، اینه که تمام لایه های بدنت خیس باشه، مثل یک اسفنج، آب بتونه به تمام شریان ها و تمام لایه ها جریان پیدا بکنه، حتی توی تا استخونت تا تمام مفاصلت. یعنی من میتونم بگم مثلا یه مریضی مثل آرتروز خیلی وقتا میتونه همین خشکی فشا باشه، خشکی و مردن همه اون سلول هایی که توش میتونه پر از آب ساختار یافته باشه، جریان الکتریکی باشه، کلی اطلاعات رفت آمد بشه، آب جریان داشته باشه، راه ها باز باشه. همه اینا وقتی که وجود نداشته باشه، وقتی برکه اتفاق میفته، خب خشک میشه، درد میاد، حرکت کمتر میشه، دامنه حرکتی کمتر میشه. ولی خبر خوب اینه که اینا به نظر من میتونه برگردونده بشه. یعنی من نظر من که هیچی، ولی خب من دیدم کسانی که این مشکلات رو داشتن و با هدف قرار دادن و یا اول فهمیدن و بعد هدف قرار دادن فشاشون تونستن که اون توانایی ها رو بازیابی بکنن و دوباره بدن خودشون برگردن و این کلی امیدواری میاره برای یک انسان، برای یک انسانی که اصلا یا داره سنش میره بالاتر یا دیگه نیازی نیست تو نگران این باشی که اگه مثلا باشگاه نمیری، یا حالا بعضی وقتا آدما دوست ندارن اصلا برن باشگاه یا این مدل تمرین‌ها، هیچ مشکلی نداره به نظر من، ولی این معنیش به این نیست که کلا از خودت و بدن دست بکشی. وقتی که همچین چیزی رو میدونی، میتونی با کارهای خیلی کوچیک ولی هدفمند میتونی خودتو از این همه این نگرانی و استرس ها به دور نگه داری و از زندگیت لذت ببری، از این جایی که اومدی، این تجربه‌ای که داری میکنی لذت ببری. خب فکر کنم بسته دیگه. حالا اگه چیز دیگه ای بزنم به ذهنم رسید که یادم رفت بگم، میتونم یه دقیقه نگاه کنم به نقشم. یه جورایی همه اینا رو که نوشته بودم و گفتم. خلاصه اینجوری میخوام تمامش کنم که اگر هر کدوم از ماها یک روحی باشیم که با یک آگاهی که فراموش کردیم، این آگاهی رو اومده باشیم روی این زمین تا دوباره به یاد بیاریم خیلی چیزا رو، من فکر میکنم که این روح در فشای ما دمیده شده و حالا از طریق اون آب ساختار یافته یک سری آگاهی و اطلاعات در بدن ما جریان پیدا میکنه و این جریان در فشا صورت میگیره. برای همین فشا خیلی 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 باید برای ما مهم باشه، سلامتیش باید برای ما مهم باشه و در جهت سلامتی فشامون حرکت کردن باید الان به نظر من باید کاری باشه که ما از همین امروز نه فردا شروع میکنیم انجام دادن. وایفای بدنمون رو حواسمون بهش باشه. روح ما
فکر میکنم که اینو ازمون میخواد تا بتونیم که کارهای خوب و خفن انجام بدیم در این زندگی. آگاهی الان طلاست، یعنی همه دارن از بیرون تلاش میکنن که این آگاهی رو از ما بگیرن، ولی فکر نمی کنم بتونن موفق باشن. و از همین چیزا شروع میشه، از دونستن همین چیزا شروع میشه، بدون که همین فشا، یعنی من خودم تجربهش کردم در زندگیم، خیلی میتونه راهنمات باشه در زندگی و میتونه بدن تو و خودت رو راهنمایی بکنه و میتونی خیلی بهتر و بهتر و بهتر به ندای درونت گوش بدی به جای اینکه به اطرافیانت گوش بدی و اون انرژی خودت رو خیلی بهتر و بهتر میتونی ازش استفاده بکنی و همینطور به اطرافت انرژیت رو انتقال بدی. جاری باشی همیشه مثل رودخونه. مرسی که حرفامو گوش کردی. واقعا میدونم این فکر میکنم این کلاس زندگی این کلاسمون یه ذره طولانی تر شد، ولی اشکالی نداره. راجع به موضوع خیلی مهمی صحبت کردم و امیدوارم که حالا خودت پیگیری بکنی. اگه باز سوالی چیزی داشتی از من بپرس. ویدیومو اگه دوستش داشتی لایک بکن، یا اینکه سوالی داشتی آره بپرس. تا قسمت بعدی مدرسه زندگی، خدا نگهدار. 1 ساعت. وای. حالا ببینم شاید بتونم کمترش کنم.